إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بیان علامات منافقین و مشخصاتی که در زندگیشان داشت و الله تبارک و تعالی این مردم به شکل صفت بر ما بیان میکنه، نه به شکل اشخاص معین توسط نام. یکی از جمله هدایات قرآن کریم یا اسلوبی که قرآن بیان میکنه است که همیشه حکم سری کسی که موصوف به کدام صفت است به او سیستم الله تبارک و تعالی حکم میکنه. اشخاص نام نهاد نمیکنه، یعنی به نامهای خودشان نمیگیره. اگر منافقین الله تبارک و تعالی به نام معرفی میکردن، برای منافقین بزرگترین بهانه جور میشد. از یک طرف عناد در رو میگرفتن و میگفتن که چرا نام ما گرفته شده، از طرف دوم کدام چیزی که سری از وا ادعا میشد از او انکار میکردن، چرا میگفتن ما به این سیستم نیستیم. اما الله تبارک و تعالی برای از اینکه همیشه تقریر و تبلیغ علما و همچنان خطابی که از جانب الله تبارک و تعالی برای بندگانش میشه، این داخل چوکات میشه و این بسیار اسلوب خیلی ورزیده است، کسی هم تو را ملامت کرده نمیتونه. ما وقت مسائل بیان میکنیم میگیم کسانی که به اینمی صفت موصوف هستند. قرآن کریم هم همین قسم بیان میکنه، اینمی دستور بر ما میده که ما مشخص نام نمیگیریم و کسی سر ما انتقاد اعتراض هم کرده نمیتونه، بلکه کدام حکمی که مرتب میشه بالای کدام اوصاف، در داخل اوصاف همون شخص معرفی میکنیم. حالی اگر همون شخص دمو چوکات میایه و حکم سر ثابت میشه، گناه خودش است، خودش باید از او صفتا خود نگاه بکنه. به طور مثال ما میگیم اگر کسی از صحابه کرام مرتد میگه، عایشه رضی الله عنها را زانیه میگه و ابوبکر صدیق رضی الله عنهما را جبت و طاغوت میگه، این مردم از دایره اسلام خارج است. حالی این صفت اگر در بالای هر کسی صادق میشه، او بر ما گفته نمیتونه که چرا بر ما گفته این گپه، چرا ما در داخل چوکات بیان کردیم، حالی تو که آمده ای باید خود ملامت کنی و این صفات در تو موجود نشوه که مصداقی امی حکم بگردی. از امو خاطر است یک سال دمی مسجد ترجمه میکردیم، یک چند قاری صاحبا از ما بسیار خفه شدن. ما قدشان گفتگو کردم، گفتم چرا خفه هستی؟ گفت سیکو کلی امی آیتا را در ما میچسبانی. باز ما گفتم نخواد سری تو چسبانده باشم، نامی تا گرفتیم؟ گفت نه. گفتم چطور چسبید سرت؟ باز برش گفتم که شما این همی صفتا را دور کنی که آیتا سر شما نچسبه، کدام چیزایی که سبب چسبیدن شما میشه او را شما زائل کنی، در صدد ازی شوی که شما او گپ پیدا نکنی، سر شما دیگه این حالت نبیه. حالی شما در این مورد خوب فکر بکنی که من نام شما را نگرفتم. بسیار علما حالی بسیار خفست از ما، میگه سیکو در پشتی علما را گرفتی، به علما اینطور گفتی. دیگه ما میگم خود تو را خود نگفتیم، نامی تا خود نگرفتیم، خود ما عالم صفتش بیان کردیم که کدام عالمی نمی صفت داره، اینی حکم الله تبارک و تعالی متعلقش میشه. حالی وقتی که این موضوع را به این قسم بیان کنیم کسی اعتراض هم نمیتونه. قرآن کریم هو به هو اینمی اسلوب پیش میبره. منافقین به نام معرفی نکردن، چرا؟ اگر به نام معرفی میکرد دو سبب بدبختی میشد. یکی خو انکار بکردن، میگی صفتا دما نیسته. دوم است که بسیار لجاجت و عناد و ضد در پیش میگرفتن. اما الله تبارک و تعالی طور صفتا را بیان میکنه که همین صفت دوام موجود میشه. وقتی که دوام موجود شوه خودشان در بین مجموعه و اجتماع بسیار خجالت میکشه، شرمنده میشه که چرا اینی صفتا خود ما موجود است و ما متعلق همین حکم میگردیم. الله تبارک و تعالی منافقین به علامات و به اوصاف مشخص کرد بر ما و این سوم فایدهش است که تنها در زمان پیغمبر علیه السلام منافقین نبوده، بلکه در هر تاریخ و زمان منافقین وجود داره. منافقین امو افرادی هستند که وا بزدل هستند، شجاعت نداره، مسیر خود انتخاب کرده نمیتونه و دلاوری ندارند که در مقابل
استادگی بکنه، همیشه نعوذ بالله برنگ محیط و جامعه خود می سازه. با تو امروز برنگ توسته و با سبا برنگ دیگر است. همچو افراد ما و شما دیدیم یک تعداد مردم در این وطن ما و شما در دایره دولت بودن، البته دور از اون مردمایی که حق پرست هستند. با کمونیست بودن، با مجاهدین مجاهد بودن، با غربی غربیستن. سبا که هر کس در این نظام بیا، با طالب بودن. یعنی رنگ خدا مطابق امو زمان و تاریخ و منطقه بدل کده میره، چلپاسه است، برنگ امو محیط خدا می سازه. اینطوری افراد بسیار خطرناک است. چرا؟ یا مسیر مشخص نداره، مردم در ظاهرشان فریب میخوره، حقیقتشان برشان واضح نمیشه. از او خاطر الله تبارک و تعالی بیان منافقین در اوصاف کرد و بر ما نشاندهی کرد که در هر تاریخ و زمان همچون مردم پیدا میشه. علاماتی از یا اینمی گپا است. از جمله علاماتی که قبلا گفتیم، یک علامه شیسته که وقتی امرای مؤمنا می آمدن می گفتن ما ایمان داریم، ولی زمانی که می رفتن تنها می شدن با امرای سردارای کفر خود، باز می گفتن که ما همراه شما هستیم. اونجا برای محض استهزاء و رشخندی نعوذ بالله رفته بودیم، سری از وار رشخند زدیم. یعنی قطع هر کس و قطع هر محیط امو قسم خود ساختن. اینمی هم نشان منافق است. اینمی منافقت در بدر میکنه، مسئله را گنگ باقی میگذاره و مردم در دوری قرار میده. امروز مشکل ما از کجا پیداسته؟ مردم کلگی شکایت داره، خصوصا اعتراضشان سر ما زیاد است. میگه سیکو شما مسائل بیان میکنی، نفاق در بین مردم پرتافته. ما میگیم نفاق نیست. اگر علمای حقانی و حق پرستی موضوع را کلگی روشن بگویه، هیچ افتراق باقی نمیمانه. هر عالم ادای مسئولیت دینی خدا بکنه، آن چیزی که در کتاب الله و سنت رسول الله وجود داره بیان بکنه، خور قطش نکشه. زمانی که در تلویزیون جناب مفتی صاحب و دکتر صاحب و مولوی صاحب میایه، از زنگ برش زده میشه، از پیش سوال میشه رفع الیدین چی طور است؟ گنگ 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 میشه. این طرف میگه بله در حدیث آمده، خود مذهب ما نیست. اینی قدر گپ میزنه. خب بگویه که در حدیث پیغمبر آمده، عمل سنت است، هر کس کی را انجام میده عمل به سنت رسول الله میکنه و این قابل نفرت نیست و کسی قطعش نفاق نداشته باشه. اگر کسی قطعی نمی عمل نفاق داشته باشه، بدبینی داشته باشه، این در حقیقت بدبینی قطعی شخص نداره، این بدبینی قطعی عمل شخص داره، او عمل شخص عمل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. و کسی که با عمل پیغمبر دشمنی داشته باشه، نعوذ بالله و از دایره اسلام بیرون میشه. یک عالم امیطور واضح گپ در تلویزیون میزنه؟ نمیزنه، گنگ میسازه مسئله را. و وقتی که تناو را گیر کنی قسم برش بدی که تو را والله قسم مولوی صاحب همین موضوع چی طور است، برات میگه حق است، خب ما گفته نمیتونیم. چرا گفته نمیتونی؟ دست پای تا کسی بسته کده؟ آیا تفنگچه را در گوشت باقی همینطور گذاشته که حالا تو را میکشم؟ نه، به این خاطر تو گفته نمیتونی که عقیدت سری الله تبارک و تعالی قوی نشده که روزی دهنده الله است، عزت دهنده الله است. تو به خاطر عزت و مصلحت شخصی خود برای خوش کردن مردم امی گپ مرموز میزنی. از او خاطر این گپ گفته نمیتونی. از اینجاست که دورا پیدا میشه. من یک فتوا میدم، جناب مولوی صاحب دیگه فتوا، جناب استاد دیگه فتوا، جناب دکتر دیگه فتوا، مردم در دوری باقی میمانه. در دهن کی سعی کنه مردم عوام از کی را بپذیره؟ عوام در این مورد باز ملامت نیست، یک ملامتی داره، یک ملامتی طور داره که همی هر کس دکترا را در یک دفعه مریضی، در دو دفعه مریضی، در سه دفعه مریضی او را امتحان میکنه، ارزیابی میکنه که کدام دکتر یقینا دلسوز است سری مریض، دوای خوب میده، پیسه خود زیاد نمیگیره و تلاش میکنه که یقینا امی مریض جور شوه. اینمی دکتر هر کس شناخته میتونه در دو سه مرحله. اما مردم ما در مورد علما و در مورد دین اینی کار نمیکنه. بس هر که یا است که نعوذ بالله از منطقش از امو عالم است، از او پیروی میکنه و او را خوب میدانه، ولو که یک عالم دیگه از دیگه منطقه گپ حق میزنه پشتیبانیش نمیکنه. یا است که در تنظیمش وجود نداره ی عالم، در تنظیم از او که موجود نبود که ولو خود کتاب الله را بیان کنه، بس دیگه هیچ برش اعتنا نمیکنه. و این مسائل است که شما روزمره قطعی برخورد میکنی و میبینی، خودتان لمس میکنی. اینی مشکل در جامعه ما به بار آورده که مردم تفرقه را. چرا در افغانستان تفرقه است، در عربستان چرا تفرقه نیست؟ اونجا که به میلیون ها مردم مختلف مذاهب میآیه، پشت یک امام اقتدا میکنه، در یک صف ده قسم مردم نماز میخونه، خب کس بد نمیگه. در اونجا عناد نیست، بد سیکدن نیست،
اونجا اختلاف افتراق نیست، اونجا یک اتحاد است. اینجا چرا اختلاف افتراق است؟ اختلاف افتراق نمیسته که ما میگیم بسیار محصلین ما، بسیار جوانای روشن فکر ما، چون از اونجا درس گرفته می باشه پر شده این جمعیه، برای ما میگه رفیق چیست؟ مولوی صاحب سنت است. تفرقه چیست؟ حرام. باز یک دلیل هم برایشان نشان داده، دلیل غلطه. دلیل غلط کدام است؟ نمیبینی که موسی علیه السلام در کوی تو رفت، هارون علیه السلام باقی ماند در اینجا. وقتی که مردم گوساله را پرستی شروع کرد، هارون علیه السلام پشت سر موسی علیه السلام نرفت و این مردم در مو حالت شرکش باقی گذاشت. این مردم در مو حالت شرکش باقی گذاشت. دیدی که به خاطر که تفرقه نبیا، حتی شرک هم نعوذ بالله پیغمبر تایید کرده و این تکذیب پیغمبر است، این تکذیب قرآن است، اهانت پیغمبر است. نعوذ بالله. این علمای ما اینطوری علما یا حقیقت قرآن نمیداره. اونجا هارون علیه السلام میگه به موسی علیه السلام عذر خدا پیش میکنه. او میگه چرا پشت من نآمدی؟ او میگه اگر من می آمدم تو میگفتی که جدایی آوردی، یک جماعت قطی خود می آوردم، یک جماعت اینجا باقی میماند، تو میگفتی که همون جمعه بودی. خب اونجا او تایید شرک نکرده، او بسیار تلاش کرده که شرک نکنه. و کادو یقتلوننی، قریب بود که مردم مرا قتل کنه، اینقدر مبارزه کرده. خب برای ما میگه کسی کنه اینقدر تفرقه باید دفع شود. ما میگیم خیلی خوب یادرکم، یکی تفرقه است یکی سنت است. حالا ما چی کنیم؟ تفرقه را از بین ببریم یا سنت؟ تو بگو برم، امی فتوا را تو برم بده. ما باید تفرقه را از بین ببریم. تفرقه از کجا پیدا شده؟ عامل تفرقه چی است؟ نادانی مردم است. مردم نمیفهمه کی سنت است، رفع الیدین سنت است. خب که مردم نمیفهمه، عامل امی تفرقه نادانی مردم است. نادانی مردم است کجا پیدا شده؟ ملا صاحب مسئله را واضح به مردم نگفته. تو پیش من نبیا که سنت پیغمبر به مردم نگو که عملی بسازه و تو را بیان نکو. تو پیش او ملا صاحب برو، با ملا صاحب بگو که نگفتن تو سبب نادانی مردم شده، نادانی مردم سبب تفرقه شده که سنت پیغمبر بد میدانه. تو پیش او عالم برو، پیش من نبیا. برای من نگو که سنت بیان نکو، برای من بگو سنت بیان کو، او رم بگو سنت بیان کو. اگر دو عالم سنت بیان کنه تفرقه از بین رفته. بزرگترین نمونه مثالش در مسجد ما. بیا تون بیا، نه رفع الیدین کو، نه آمین به جهر بگو، نه دستایت سر سینه بسته کو، همینطور زیر بگی. اگر یک نفر بری تو گفت که چرا این کارا میکنی یا بد برات سی کرد، نمیکنه، چرا که بیان شده. پس از او خاطر او جوانی روشن فکرم، او جوانی مبارزم که بسیار جدیستی، پیش من نبیا، پیش او ملا برو. او ملا را از جاغیش محکم بگی که او ملا صاحب می عمل سنت است یا نه. اگر گفت که بله سنت است، در کتاب حدیث ثابت است، تو بیان کشه. این موضوعات به خاطر میگم شاید شما بگویید که کلی مولوی صاحب مسئله را سر این موضوعات میچرخانه و این می گپاره می رفع الیدین است. به خاطر که زیاد واقع شده، مردم دی زیاد مبتلا شده، سوالا به ما زیاد مواجه شده، از این خاطر وضاحت براتون دادم که همین سوالا را انواع میکنه. گپ در کجاست؟ گپ در اینجاست که حقیقت باید بیان شود. انسان در ظاهر یکی، در باطن دیگر رقم نباشه. این مشخصاتی کیست؟ منافقین است. نعوذ بالله. منافقین مردم از ظاهرشان خیلی مطمئن، اما در حقیقت در بدری و خاک بسری بود. مزمو خاطر گفتم که مؤمن مسیرش معلوم است، واضح است، از کسی هراس نداره، خصوصا در موارد حق بیان کردن. فلا تخشوا الناس واخشونی. الله میگه از مردم نترسه، از ما بترسه. حق چرا پنهان کنیم که مردم از پیشم خفه میشه؟ مردم خفه شوه. عزت در پیش کیست؟ الله تبارک و تعالی است. اگر این گپ میزد یک پیغمبر میتونست که بعد چی بکنه؟ تبلیغ؟ مردم قطعشان خفه میشد یا میپذیرفت؟ انبیاء علیهم السلام در اول نقطه آغاز دعوتشان یک نفر داره. چند نفر؟ یک به مرور زمان 2 3 4 10 نفر جور میشه، کلی مردم قطعش مخالف میباشه. پس پیغمبر باید هیچ تقریر نکنه، هیچ تبلیغ نکنه. چرا؟ تفرقه پیدا میشه. و یک سوالی بود که مشرکین در مورد پیغمبر به مردم بیان میکرد که شخص آمده تفرقه را در بین پدر و اولاد پیدا کرده، مادر و دختر پیدا کرده، ما را به هم چی کرده؟ نفاق در خانه ها پیدا کرده. این در حقیقت اعتراض مشرکین بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ولی امروز از دهن ملا صاحب ما، مولوی صاحب ما، از دهن دانشمند ما، از دهن کلان ما امی اعتراض میشه. عجیب نیست؟ آیا کتاب الله را مطالعه نمیکنی؟ قرآن؟ نه، بیا که از
کالای نفاق خود بکشیم، حقیقت خود برملا کنیم، هر مشخصاتی که داری بالکل واضح بیان کو که مردم بشناست تو کیستی. عجیب نیست؟ نعوذ بالله کمونیست پیدا میشه نظریه خود برملا اعلان میکنه، نمیترسه از تو. کسایی که نظام سرمایه‌داری را میپذیره غربیست، او نظام خود اعلان میکنه، حتی در کالا، حتی در رفتار، حتی در تکلم. کمونیستا به چی قسم میخوردن؟ راست نبگه، به شرافتت قسم، به الله قسم نمیخوردن. وای اظهار ضمیر خود میتونه، تو عالم چرا نمیتونی اظهار ضمیرت که حق است؟ تو را به الله قسم حدیث میخوانی، کتاب الله را میخوانی، موضوع برات معلوم است، واضح است، چرا بیان نمیکنی؟ باز خصوصا که اگر از پیش سوالم نباشه تو یک عذر داری که مردم از پیشم سوال نکرده، از او خاطر ما بیان نکردیم. ولی وقتی که از تو سوال میشه و در تلویزیون سوال میشه، خود مفتی مملکت رو معرفی کردی، چهره عالمم به خود گرفتی، بازم تو ایله و با نمیکنی، برو نگفتی، بمی الله چی جواب میگی؟ در مقابل سنت محمد رسول الله تو چی روش اختیار کردی؟ مردم منع کردی یا تشویق کردی؟ ها؟ امی معنا در قبر تو به چه قسم میشه که ما تقول فی هذا الرجل، در این شخصیتی که موصوف به این صفات است چی میگی؟ تو میگی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر چی مانا؟ که من در روش در رفتاری از این قدم میگذاشتم و حرکت میکردم، تو حرکت کردی؟ حتی مردم از پیش تو سوال کرد، تو گفتی؟ نگفتی. خیر در روز قیامت به الله چی جواب میگی؟ من دیگه کار ندارم، منظوری ما است که اینی سوالات خیلی زیاد میشه، ما را مردم ملامت میکنن. شما مسائل فروعی را گرفته، یهود و نصارا آمده، عقیده باید جور شو. مردم ما اول عقیده را بحث میکنیم. سوره فاتحه مکمل عقیده بود یا نبود؟ مکمل عقیده. افرادی که رفع الیدین میکنه عقیدهشان مکمل جور است، و افرادی است که حالی پشت افضل میگرده، او عمل اطور عمل انجام میده که عمل یقینا دیگه خون نداشته باشه، او طور افراد می کار میکنه. ما کی مردم اول شما که آمدی براتون گفتم الا رفع الیدین کنی؟ ما گفتیم نه، عقیدهتان درست کنی. عقیده بعد از او مرحله به مرحله انسان، حتی ما ای گپا را بارها اعلان کردیم که کسی که ادعا داره که من پیرو کتاب الله و سنت رسول الله هستم، تنها بر رفع الیدین ای پیرو شده نمیتونه. با امین جهر گفتن پیرو شدن تا که مکمل عمل کردی زندگی خود موافقی کی بسازه؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی بود قرآن کریم این موضوعات برای نمی اهمیت بیان میکنه که مشخصات منافقین است. و اذا لقوا الذین آمنوا، زمانی که روبرو میشن امرای مؤمنا، قالوا آمنا، میگوین ما ایمان داریم. شما باور به الله بکنید. مردم ایمیا خود معرفی میکنه که هم فکری توست مولوی سید. چه رقم هم فکری مستی؟ چند سال امامت کردی، چقدر بدعت از بین بردی، چقدر سنت جا بجای بدعت کردی. ایترام نه که امروز تو بگویی که من نمیتونم به خاطر که نو رفتم مردم آشنایی نداره و زودی که دمه را میکشه. تو کسی هستی که امروز مردم برای عقیده داره، اخلاص داره، خوب شناختته. عالمی که اول در کدام منطقه و قریه میره بالکل ملامت نمیکنم شه، من برش میگم که نگو. چرا؟ به خاطر که تو را دم یک روز پس میکشن، هیچ موقع خدمت تدریس تعلیم برات حاصل نمیشه. اما تو عالم خود 10 سال تیر کردی، تو عالم خود 20 سال تیر کردی، تو را به الله قسم بدعت از بین بردی. امیال کج میشینی یا راست روی تدور میدی؟ دعا را بعد از سنت بیات اجتماعی میکنی یا نمیکنی؟ مردمای مقتدیای تسبیحات یاد داره یا نداره؟ عجیب است که خود میگه ما به قدم پیش میریم. اما کدام قدم است؟ دمی 20 سال خود 100 مقتدی تو وفات کرده، 100 مقتدی تو عقیده توحید یاد نداره. به نزد الله در مقابل 100 مقتدی تو جواب داده میتون؟ در روز اول بعد عقیده توحید بیان میکردی، برو عمل به سنت نکن. از همون خاطر برادرها این سوال خیلی مهم است. هر کس می سوال میکنه، یهود و نصارا آمده، یهود و نصارا. تو جناب عالم چی کردی؟ برای من میگی یهود و نصارا به تو نامده؟ من خلا اقل مردم از یک سنت پیغمبر آگاه کردم، تو چی کردی؟ دیگه شخو بگذار. یهود و نصارا را چطور شکست داده میتونیم؟ با یکی چوب بشینیم حقایق برملا نکنیم؟ یهود و نصارا را شکست به این داده میتونیم که ما کتاب الله را فاش کنیم در بین مردم، حدیث پیغمبر را فاش کنیم که مردم حقیقت دین بفهمه. باز یهود و نصارا که با تمام نیروی خود بیا سر جوان ما کار کرده نمیتونه. خود تو بیا دیگه. اینمی سوالی است که به هر کس پیدا میشه و از ما سوال میکنه، در تلفونا قطمه جنگ میکنه، دشنام شما باور به الله بکنید دشنامم برای من بده. خب لیکن من دای بی حوصله نمیشم، خیر است دشنام بده، ولی حقیقت دیگه چیز است. گاهی برش میگم خیر است بیا در ترجمه
بشیده مجلس باز بعد از او گپا بشنم. خو ما گلکی دارم همیسته که ما رنگ منافقا را قط خود نگیریم. منافق حقیقی اعتقادی در زمان پیغمبر بود. چرا؟ با طریق وحی معلوم میشد. عقیده امر مبتن است، پنهان است. الله تبارک و تعالی آگاست. پیغمبر علیه السلام خبر میداد که اینی منافق است. امروز ما منافق شناخته نمیتونیم، رای شناختش نداریم، اما پیغمبر به ما خبر داده که اگر یک عمل منافق در کسی پیدا شد و چیست؟ منافق گفته میشه. اگر دو عمل، اگر سه عمل، اگر 10 عمل پیدا شد، حالی با یک شخصی که قطعی تو یک رنگ است باز پشت سری تو برای دیگر رنگ باشه، این خیر چی گفته میشه؟ قرآن برای ما بیان میکنه که یکی از علامات منافقی نمیسته و اذا لقوا الذین آمنوا، در آن وقتی که رو برو میشوند، آمنو امرای کسانی که ایمان آورده، قالو میگویند آمنا ما ایمان آوردیم، بسیار ظاهر میکنه، میگه ما پیروی سنت رسول الله هستم، اینقدر دلسوز هستم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که تنها میشوند، کناره میشوند، میروند الی شیاطینهم، به سوی سردارا و کلانایشان، نعوذ بالله. اصل و عقیده به تو نداره، تو را حقیر میدانه، وارا کلان میدانه. همینطور مردم در این وطن ما فی الحال است. میاد جامعه مسلمان ها آنقدر دلسوزی مسلمان خود معرفی میکنه که پرسان نکو. خب پیش بادارای خود که بره در روس و در چین و در امریکا، در انگلستان و در آلمان، باز اون جامعه که ما خی مسلمان ها را تحقیر کردیم، نعوذ بالله. قالوا انا معکم، میگن لاف میزنه که ما امرای شما هستیم. اونجا که پیش مسلمان ها میریم انما نحن مستهزئون، ما محض استهزا میکنیم سری مسلمان ها، ریشخند میزنیم سری مسلمان ها، نعوذ بالله. افسوس است امروز یک تعداد مردم میاد برای ما شما میگه عقب گرایا، یعنی اسلام چی میگه؟ نظام عقب گرایی میگه. اگر حجاب در سر دختر ببینه یا لنگی را در سری کی بگه مرد ما، یا ریشه ببینه که اعلا کردی، برایتان چی میگه؟ بگه عقب مانده ها میگه نمیگه؟ این نمی مردم است، سریتان ریشخند میزنه، امی منافقین است. اصل حقیقتش با اونمو کفار است. اینجا فقط محض از نگاه نسب و نام خود مسلمان معرفی میکنه، مسلمان نیست. قرآن گپا میگه او خود که هر قدر تلاش کنه که نه من مسلمان هستم، قرآن برش میگه که نه مسلمان نیستی. دو رنگ داری، دو مسلک داری، دو آرزو داری، دو نیت داری، دو اراده داری. و هر کسی که طور باشه که نمی قسم حالتای باطنت قطع ظاهرت موافق نباشه، باز تو در جمله منافقین شمار میشی. خو الله چی جواب میده؟ الله یستهزئ بهم، الله مسخره میکنه بالای از یا، یعنی الله تبارک و تعالی جزای مسخرهش میده. بعضی تاویل میکنه نه، استهزاء صفت مخلوق هم است، صفت خالق هم است. صفت خالق امو رقم که لایقشان کیست؟ الله متعال است. ما واره نیست که مسخره با دیگر رقم است، اما الله تبارک و تعالی اینطور برش چی میکنه که ایره موقع میده از اینمی ظاهر کردن ایمان زبانی شام. الله برش چی کرده؟ نعمت نصیب کرده، امن برش نصیب کرده، اما در حقیقت این گناه عظیم خیلی انجام داده. چرا که ظاهر یک چیز گفته، باطن دیگه چیز است. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، زیاد میسازه یاره فی طغیانهم، در سرکشیشان، یعنی در برآمدن از حد شریعت دیگه هم زیاد میشه. یعمهون، سرگردان هستند. چه رقم؟ منظور است که یا خود تلاش داره که این مسلمان ها خود کامیاب نمیشه. این مسلمان ها بسیار فقیر هستند، حقیر هستند، چیزی را یاد ندارن، چیزی مادیات در دستشان نیست، قوت یا یک روز شکست میخوره. خو لیکن در قلبشان همیشه اینمی آرزوست که مسلمان شکست بخوره. خو الله میگه و یمدهم فی طغیانهم، دمی ریشخندی، دمی بیعزتی برای مسلمان یار زیاد میسازه، باز یعمهون، سرگردان میباشه. ترقی مسلمان ها را باز میبینه، باز ایران میمانه که حالی کدام طرف شویم. همون رقم مردم بودن. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدین. الله تبارک و تعالی برای ما نمایان میسازد دنیا یک صحنه و میدان امتحان بزرگ الله تبارک و تعالی و یک سرای یا کاروان تجارتی است. شما برای تجارت آمده، الله اکبر، موسم تجارت هم الله برای ما معرفی میکنه. در فلان وقت بینمی سیستم، اینی سرمایه تان و اینی فایده تان، بینمی سیستم عمل تجارت انجام بده، شما کامیاب هستی. دنیا سرای تجارتی ماست. الله برای ما سرمایه داده، عقل داده،
حواس داده. انبیاء علیهم السلام با کتابه و قوانینی که نجات بخش است برای ما و شما، ذریعه نجات است برای ما و شما، او را الله روان کرده. ولی ما از این استفاده میگیریم یا نه؟ از این گوش خود، از این فکر خود، از این چشم خود، از این چیستا زبان خود، از این سرمایه، او سرمایه که پیغمبر برای ما آمد در رهنمایی کرده، او کتاب الله که در پیش ما فعلا وجود داره، از این فایده میگیریم یا نمیگیریم؟ این سرمایه اصلی ماست. از این چطور فایده میگیریم؟ چه رقم؟ اگر ما زندگی خدا موافق نمی قوانین الله بسازیم، یقینا که سرمایه ما به جای مصرف شده و آنقدر فایده کردیم که فایده به هیچ چیز حاصل نمیشه به جز از اینمی چیستا عمل ما و شما. نعمتای جنت توسط کل مادیات دنیا حاصل شده میتونه که عوض بدیم؟ بگه حاصل شده میتونه؟ نه، توسط عمل کرد و عقیده تو حاصل میشه. اینی سرمایه بود برش. تو علی توسط ازی فایده میکنی یا امی سرمایه هم از بین میره. چقدر مثال واضح است. در دنیا اینمی دو قسم مردم است. یک قسم مردم است که یقینا شناختن اهمیت سرمایه را هم، موسم تجارت هم، فایده را هم شناختن که به اینمی سیستم فایده میکنیم، یا اونمون مؤمنای واقعی است. قرآن کریم صحابه کرام همینطور مؤمنا معرفی کرد که وا سرمایه خود استفاده کردن، از مجلس چی پر برکت پیغمبر استفاده کردن، در مرحله رسیدن که بشارت جنت در زندگیش برشان آمد.